هیچ خیری نیست در شوهری که همسرش را به سوی پوشش اسلامی ستر و حجاب کامل امر نمی کند و بر او غیرت ندارد. پرسیدند کجا رفت حیای زنان؟ در جواب گفتند رفت تا غیرت مردان را جستجو کنند و کسی که با همسرش غیرت ندارد او را دوست هم نمی دارد. غیرت برای همسر از کاملی مردانگی است و نبودن آن از نشانه دیوسیت مرد می باشد. و بدونید البته بر همسرش غیرت نمی کند مگر کسی که او برایش مهم باشد و مورد توجه نهانیش قرار بگیرد. ابن قیم رحمه الله تعالی فرمودند که اگر غیرت از دل کنده شود محبت نیز از آن می کوچد بلکه دین و از دل بیرون می رود. ابن قیم فرمودند که الغیرت من اعظم خصال الایمان، غیرت از بزرگترین خصلت‌های ایمان است. و هی اصل من اصوله، بلکه این غیرت اصل و اساسهای آن می باشد. فاذا عدمت الغیرت عدم الدین، اگر که غیرت از بین رود پس دین هم از بین می رود. شیخ الاسلام فرمود که من لا یغار لا خیر فی، کسی که غیرت ندارد در او هیچ خیری نیست. و الغیرت التي یرضاها الله هی غیرت علی محارمه، پس آن غیرتی که الله آن را دوست می دارد و از آن راضی می شود این غیرت داشتن در محارم خود باشد. و امام احمد فرمود که اعجب لقوم لا یغارون علی نسائهم، من تعجب می‌نمایم با آن قوم‌هایی که بر زن‌های خود غیرت نمی‌کنند. و حسن بصری می‌فرماید که كانوا يعدون قلة الغیره من خذلان، سلف صالح کمبودی غیرت را نشانه خاری و خذلان و پستی می‌شماریدند. و امام ذهبی فرمود که الدیاثه من اقبح الخصال، دیوسی از زیشترین خصلت هاست. و صاحبها لا یغار علی اهله، و این دیوس آن کسی صاحبش آن کسی است که بر اهل و خانوادهش غیرت ندارد. ابن قدامه فرمود که الغیرت صفت محمود، غیرت این صفت ستایش شده است، محمود است. من عدمه کان ناقص الرجوله، از نبودن غیرت این مردانگیش ناقص می شود. پس ای مردان غیرت شما کجاست؟ نشانه ایمانداری شما، علامت محبت شما، اساس مردانگی شما در کجاست؟ که نبودن این نشانه دیوسیت و ضعیفی دین است که دیوس به هیچ وجه داخل بهشت هم نمی گردد. الله مستعان.